از شما سوال میکنم این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه هست. اون بعد خطی است که سرنخی است باید بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟ خب اصلا چرا این اسناد ترمزآباد رو بردن؟ اسناد فضایی کسی پاسخگو نیست. شوخیه. مهمترین اسناد کشور رو بردن. کی اینجا تحت سوال قرار گرفت؟ یقه کی گرفته شد؟ کی به دادگاه کشونده شد؟ شما خبر دارید؟ چه خبر دارید؟ این عملیات تو ایران هست. یقه شو باید بگیری که یه مأمور راهنمایی اگه چراغ خوب تنظیم نکنه مردم معطل شن، رئیس بلادستی یقهشو میگیره، میاد تو تلویزیون عذرخواهی میکنه مردم ببخشید دیروز در فلان چهار راه مأمور ما تنظیم نکرده، شما 2 ساعت راهندون وایسادید از شما عذر میخوام. این همه اسناد از کشور بردن، هیچ که پیگیری نمیکنه، دنبال نمیکنه. حالا مورد دیگه هم بهتون بگم. اصلا تکلیف ترور فخریزاده چی شد؟ میخوام حالا یه بخش دیگه شو براتون افشا کنم. این موضع‌گیری‌های متناقضی که کردن، اصلا وزیر اطلاعات رسما اومد ما خبر داشتیم از زمان و مکانش. پس چی شد؟ کی مسئول امنیت بوده؟ کی کوتاهی کرده؟ کی همکاری کرده؟ هیچ. این دانشمندای هسته‌ای ما ترور شدن، شهید شهریاری، شهید علی محمدی، آقای رضایی، آقای احمدی روشن، آقای قشقایی، واقعا چیز به کجا رسید؟ همون یه نفر که اومدن بهش گفتن تو بپذیر فرار کن برو آلمان، تمام همینطور بود. اصلا کسی پیگیری میکنه؟ تو دستور کار هست؟ نه. چرا نیست؟ آقا نهاد امنیتی مسئولیتش همینه دیگه که بره خط کور کنه. بعد خیلی راحت میام میگم ما از زمان و مکان ترور آقای فخریزاده اطلاع داشتیم. خب چیکار کردی؟ کی کوتاهی کرده؟ کی اومد محاکمه شد؟ کی معرفی شد به عنوان مسئول به مردم؟ اصلا دفعه قبل که نتنز رو منفجر کردن کی مسئولش بود؟ کی باید پیگیری میکرد؟ چون هیچ خبری ازش نیست. حالا عرض میکنم همیشه دستگاه اطلاعاتی وقتی وارد صحنه میشه کار از کار گذاشته. یعنی انفجار انجام شده، تأسیسات نابود شده، اینا میپرن پشت تلویزیون، هی اطلاعیه میدن، حرف میزنن. آقا نهاد اطلاعاتی باید قبلش باشه که نذاره به اونجا برسه. بعد که انفجار میشه یا ترور میشه میپرن شروع میکنن به حرف زدن. چی میگن اون وقت تازه؟ بعدش چی میگن؟ میگن بله رسیدگی کردیم، خیلی زود کشف کردیم. بعد یه اسم مجهول یا یه شخص مجهول الهویه رو معرفی میکنن، میگن این مسئولش بود از کشورم خارج شده. خب